و نظرم گم رفتم بزنم ده ویز و نشان از سر گردنه به فولاد مبارکه. برو که رفتیم شروع به حرکت کنید. چکار کنیم؟ بزنید به چاک جاده. آها باشه این جاده باش. به محدوده کنترل و سرعت نزدیک می شوید. کنترل دست کیه؟ بایستید. هوش برای چی خواه؟ دارید به محل دزدان سر گردنه نزدیک می شوید. خواه چکار کنم؟ خطر دارد. جان ما به قرآن. برای چی خواه؟ اصلا بروید به من چه هرچه شد پای جان خودت. تو ببند ما خودم دو ساعت ما را چی؟ اصلا ما میخوام باید منو بگو که خودمو درگیری کی کردم بیش. جان تو رهگذر چیستی؟ با تو چی؟ مردک ما راهزن هستیم باید از اون بترسی. وای ترسیدم شب بوی سفیلات ندیدم. جان تو ببند ما خودم رازن گردن پایین و ما از خدا نمیترسم یا از تو بترسم. گر دزد گردنه پایینی پس چرا لهجت این گونه است؟ تو برای چی جوری حرف میزنی؟ تو ده 200 سال جلوتر موندی مرد سبی. راستش را بخواهید ما سالهاست که اینجاییم اما مشتری نداریم. امکانات هم کم بود پول هم نداشتیم. با تاریخ نتوانستیم همگام حرکت کنیم جا مانده ایم. دهن تو بند عوضش ما با تاریخ خوب جلو رفتم. الانم پیش خودت بمانه با فشار یکی از هم حزبیام استخدام رفتم در یک شرکت دولتی. نوکر تو مبارکه فولادش مبارک است. شما مثلا کارت و شمشیره شما رو بگذارن با ما بیان اونجا مستخدام ره. چی؟ ها مرد حسابی ما با فشار همین شمشیر و کار توانستیم پول در بیاوریم. اتفاقا الان دیگه با ارسال شماره کارت باید پول در بیاری. بعد بفرمایید که کارمندان آنجا هم مثل ما دزدان سر گردنه هستند. خدا نکنه او تفلکا که زحمتشان میکشن حقوق ناچیزی میگیرن. بعضی از مسئولینش دزد سر گردنه. آن وقته بفرمایید که برای تحقیق و تفحص که می آیند لو نمی روید؟ اصلا اجازه نمیدیم که برای تحقیق و تفحص بیان. نگاه ما یک مسئولی داریم کلا مسئول پول پاشیه. پول مپاشه به بعضی از مسئولین بالاخره نماینده مجلسی وزیری معاون وزیری رئیس دفتری وکیل و چیزی یک سری هدایا میده که اونا اصلا فشار میارن نمیذارن که تحقیق تفحص بیاد جامو. باج میدهید؟ انت به من هدیه میدم. نه هدیه چه هدیه‌ای مثلا؟ نگاه مثلا ماشینی خودروی خانه‌ای کت و شلواری بعدی غذایی حتی باور نمیره ما بعضیا رو بهم یک ادکلون خر منیم. ادکلون؟ آه خدا شکر. ادکلون کسی مگر خر میشود؟ اصلا پیدا میشه. این گونه اصحاب رسانه رو چه میکنید؟ آنها بسیار خطرناک هستند مثل توییتری. همون مسئول پولپاشی یک جور پولپاشی اینه. بعضی از رسانه های قلم به مزد خب یک مقدار پول میده اونا دهنشانو میبندن. تازه همیشه اگه میخوام بیایم بره تحقیق و تفحص اونا یک جو رسانی علیه درست میکنن که کسی جا ما نه. چی گفتی؟ سوالی دارم از محضرتان. این رفیقمان هم میتوانیم با خودمون همکار کنیم و همراه کنیم؟ هنرش چیه؟ گاو است. هیچی نمیفهمد فقط میخورد. میآشامد همین. برای مدیر عاملی همین شرکت حرف نداره. میگویم هیچی نمیفهمد فقط میخورد و میخوابد. اتفاقا مدیر عامل گاو باشه آخرش پر کنی فقط 3 میلیارد هم حقوق خورش کن نزن میگیرن بگیره بخوره. بعد خود ما اداره چپاول میشه. این گاو را ما بر منصب مدیر عاملی بنشانیم. که بعد از مدتی آدم شود. بخور. نگاه یک چیز بهت بگم به قول اکبر با رفتن یک گاو به پشت میز مدیر عاملی یک شرکت او گاوه آدم نمیشه بلکه او اداره که گاوداری میشه. فهمیدی؟ که انتباه بزن ما بریم.